سلام دوستان، امیدوارم عالی باشید. خب ماجرای این دوستمون دیروز از جای شروع میشه که سرمای سختی میخوره و خواهرش بهش زنگ میزنه ولی بهش کمکی نمیکنه یا غذایی براش بپزه و ایشون میره توی انتظار توقع و با حال بد به من زنگ میزنه و بقیه داستان. خیلی خوبه عشقم. و منم حالا کم کم دارم رو خودم کار میکنم که توقع انتظارمو از دیگران، از هر کسی و خواهرم به صفر برسونم، چون به قول خودت خود آدم دردش میاد، خود آدم ناراحت میشه. مثلا چرا حالا قبلا اینجوری بود ولی الان حتی نمیگه تو غذا خوردی. و منم سعی میکنم عشقم مثل تو باشم، کم کم توقع انتظارمو از همه صفر برسونم. خیلی خوبه آدم وقتی توقع انتظارش از همه صفر باشه دیگه هیچ چیزی باعث نمیشه که ناراحتش کنه، دردش بگیره و ذهنشو درگیر کنه. حالا خب منم درسته حال نداشتم، منم خودم پا شدم از اسنپ فود، واقعا نمیتونستم از تختم بیام بیرون دیروز، انقدر حالم بد بود. ولی خب پا شدم گفتم پاشو، بالاخره که نمیتونی که گشنه بمونی، چیزی هم تو خونه حقیقتا نداشتم. پا شدم از اسنپ فود برای خودم غذا گرفتم و خوردم و سیر شدم، خدا رو شکر. و دیگه به قول تو آدم نباید به نیاز به هیچ کس نداشته باشه، رو پای خودش وایسه. مرسی عشقم که جوابمو دادی، مرسی که همه جوره کنارم فدات شم، عاشقتم. و خیلی خوشحالم که در کنار تو دارم رشد میکنم عزیز دلم. بوس بوس بوس، عاشقتم.